سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلام میکنم. اول بشیدم به خاطر اینکه سلامت هستی. دوم بشیدم بگویم که چرا من اینجا چادر چخچول کردم. چادر عروسی میپوشیدم. بالاخره بعد 23 سال به کارمان آمد. از تو بخچه در کردم، گفتم یه فیلمی ازش بگیرم تو بچه‌ها نیستم مدرسه رفتن. یکی چادر چخچول کردم نه به خاطر اینکه زشتم یا خوشگلم، نه، فقط به خاطر اینکه این شوهر ما هسته و دل نیستا، اندل است. اندل هستش و به خاطر ما گفتیم اینجوری رومونو بگیریم بیایم تو این فضای تویوب بازی کنم، آغاز کنم فعالیت خودمو. اگه بفهمه که من اومدم اینجوری اینجا دارم آغاز میکنم فعالیت خودمونو، منو جر میده. آخه این ننه من که آدم قطع بود منو داد به این، گفت که الان دیگه کسی پیدا نمیشه، این ترش میکنه رو دستم میمونه. من داد به این و ما خواستگارای خیلی خوبی داشتم، خیلی یه خواستگارایی داشتم جوانای الان نداره، دخترای الان نداره. یکی از خواستگارم میدونی کیه؟ اسمشو بگو میشناسی؟ خیلی آدم خوب، چشازا خوشگل، نگاهش میکردی حظ میکردی. اسب سوار نبودا، نه ویلچر سوار بود. بابای دیوسش هم دکتر بود، بابای خوبی داشت، بابای به درد بخوری داشت. باباش دیوس بود، نه ببخشید باباش دکتر بود، ببخشید خدای ببخشید، باباش دکتر بود. خودش هم کیهانشناس بود. اسمش چی بود؟ کوانتوم میخونده، کیهانشناس بود. اسمش چی بود؟ هاوکینگ پروفسور بود. پروفسور هاوکینگ بود. آره هاوکینگ، پروفسور هاوکینگ بود. من ردش کردم، گفتم تا کی زیر کونه تو جمع کنم ویلچر نشین هستی؟ اونو رد کردم. دومی که هم قد قامت نداشته ولی آدم پولدار، خیلی پولدار بود، اونم من ردش کردم. این ننه انترشا این شطور توفو همش به لنگ این پسره بود، همش دنبال پسره بود، ردش کردم. اونو گفتم به در نمیخورم. اسمش هم ایلان بود، ایلان ماکس بود. ایلان ماکس اومده بود. سومی را کی بود بگم؟ سومی آدم خوبی بود، نویسنده بود، شال بود، اسمش رابین شلما بود. رابین اس شرما، نویسنده یک کتاب 5 صوبیه بود. الان میشناسیش، بزنی کتاب میاری. خیلی نویسنده ماهری بود. اما گفتم چه کنم تا کی از سولاخ کونه این خودکار این بخوام من یه رزق و روزی نونی حلالی چیزی از تو خودکار این من در بیارم. اینم دیگه رد کردم. دیگه ننم من شوهر داد به اینی که علاقه اما اینا اینجور نگاه نکنم. من جوانی خوشگل بودم، 2 متر من فقط داشتم. این دستای من انگشتای بلند، آدم حظ میکرد من نگاه کنه. ولی خب دیگه الا 25 سال ازدواج کردم، دیگه پیر شدم، دیگه فرتوت شدم دیگه. بعدش هم که دیگه ما گفتم که این زنکه که اومد به ما پیشنهاد داد که بیا با هم بازی کنیم، نرفتیم. خیلی خود تو ذوق ما. این زنه کی بود؟ میشناسیش که میگن کونشه رفته بیمه کرده. جنیفر گو بیا با هم دیگه کار آغاز کنیم تو این برنامه‌های مجازی، بیا با هم. گفتم نه، من تا کی بیام نون سفرم از تو کونه تو بکشم بیرون که کونه تو حالا اینجا مشهوره؟ نه، اونو قبول نکردم. دیگه گفتم که این زهر زندگیمو بیام امرو برای شما تا بچه‌ها مدرسه هستم بگم، بعدش هم پاشم برم یه غذایی حاضر کنم، یه غذا درست کنم. الان که شوهره و بچه‌ها بیان مدرسه همه گشنه، تو هم بلند شو سرت از این گوشی بی صاب مونده در دیگه و مونده رو بذار کنار، بلند شو به زندگیت برس. الان که شوهرت بیا ما برم یه کاری انجام بدم، یه غذایی آماده کنم. خدا نگهدار شما تا کلیپ بعدی.